تصادفات پیش می آیند، حتی تصادفات کوچک. آرامش خود را حفظ کرده و مراحل درست را دنبال کنید تا خود را محفوظ نگه دارید و وضعیت را به درستی مدیریت کنید. اینجا توضیح می دهیم که چی کنید اگر در یک تصادف کوچک موتر درگیر شدید. گام اول: آرامش خود را حفظ کنید. ابتدا خود و سایر مسافران موتر را برای جراحات ممکن را بررسی کنید. اگر کسی زخمی شده باشد، بلافاصله با شماره 911 تماس بگیرید. اگر ممکن است، موتر را به مکان امن دور از ترافیک منتقل کنید. چراغ‌های خطر را روشن کنید تا سایر رانندگان مطلع شوند. سپس با پلیس تماس بگیرید، حتی اگر فقط یک حادثه کوچک باشد. آنها می توانند در ثبت حادثه و تامین ایمنی کمک کنند. بعد با راننده دیگر معلومات خود را مبادله کنید، شامل نام، جزئیات تماس، بیمه و شماره لایسنس. از بحث درباره جزئیات حادثه در صحنه خودداری کنید. از خسارت‌ها، موتر، دیگر و مناطق اطراف عکس بگیرید. این به شما در ادعای بیمه کمک می‌کند. در نهایت، هر چه زودتر به شرکت بیمه خود گزارش دهید. ارائه جزئیات کافی تضمین می‌کند که روند ادعا به شما درستی پیش برود. با حفظ آرامش، محفوظ ماندن و مدیریت جزئیات می توانید با سرعت و آرامش به جاده برگردید.